کار کردگی یگان کاری به خاطر خدا انجام دادگی که خدای بهتری امکی داشتم شاید دوستش می داشتم این تا دوست داشتن مانند دوست داشتن من کم بود من زمان کم بغلی آمد همین دختری امکی 120 دینارش دادم گفت تو مابین من و مابین خدا چی خالی میکنی گفت خدایا تو شاهدی که همین ایزار شکشیم در مابین دو پاش قرار گرفتم یا عبدالله تقی الله ای بنده خدا از خدا بترس خدایا نام تو که به یادم آمد لرزیدم انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم خدا میگه مؤمنای حقیقی کسانی هستند که الله به یادشون میافتد در بند دلشون لرزه میافتد به گناه نمیروند خدایا گفت به یاد تو گفت این دختر من گفت که این مهرنی من نگیرید با کیره بدهی نگیرم اگر به حلال بگیرش خدایا گفتم در دست کشیدم گفتم بخیز ایزار تپوش ایزار شکوش 120 دینار گفتم اونم به خاطر خدا ترد دادم برک به خاطر خدا اگر خدای همین کارا به خاطر تو انجام داده باشم ای الله همین سنگای دهنی غاردور بگردون سنگ حرکت کرد دیگه برآمدن نمیشد اگر شما از ریختن موی سر یا اینکه از بریشی از لاغری به اشتیایی بودن از وزن نالازمه پروستات درد دل درد گرده درد معده و یا اینکه خونو گرفتگی روده ها اذیت میکشید پس با این رقم های در روی اکران بوده زنگ زنید کمی از بیماری خود معلومات دهید داروی های گیاهی لازمه را به شما شرکت شفا فرما توصیه میدهد خاطر خدا ترد دادم برک به خاطر خدا اگر خدای همین کارا به خاطر تو انجام داده باشم ای الله همین سنگای دهنی غاردور بگردون سنگ حرکت کرد دیگه برآمدن نمیشد نگاه کنین عملی که به خاطر خدا باشه در همین دنیا نتیجه میداره ولی آخرت ولی بدگیه اون نتیجهش هست سیوم شب خیزاندن گفت تو چی کاری انجام داده گفت خدایا رفتم از زمین 82 مرد کار گرفتم دو شهرش دادم یا تا دیگه شهرش ندادم و پولی همون را گردش دادم گوسفند خریدم اشتر خریدم مالی بسیار خریدم یکی آمد گفت یا عبدالله اعطی حقیه مسخرت نمیکنم همه یکی حلالی تن خدای همه را گریب رفت اگر همین کار به خاطر تو کرده باشم همین سنگ های دهنی غاردور بگردون حرکت کرد سنگ 3 نفر سالم از درون کار برمد عملی به خاطر خدا باشه اصلا معلا در همین دنیا نتیجه میتیه قیامت بدگیه قل این صلات و نسوک و معیای و ممات لله رب العالمین باید باشه به خاطر الله باشه اما پول هم میراث میگذارن بعد میارن عالما را میگن ترکش کنیم تقسیم کنیم به عالما هر بچهش هم 20 میلیونی میتن 4 بچه داشته 80 میلیون هم میتن بعد میگن که 5 میلیون دیگه شه یا میگه بچه جان برای فلان جا مسجد نمیرسه یا مسجد بزنه بایی بچهش میگفته که بچه هاش میگن که همین پدری ما در کار میشه همین مسجد خودش میساختن این پول دما تقسیم در همونجا میاد کتاب برکی شما ببینه میگن به همون دستی خودتون گوتی حاجی دادی همون اون بچه دقیقاتی میگه زر اموال دنیا را صرف نکردی در راهش در راه خدا در راه درست که بعد از مرگ مالت را به دست دیگران بدی عروس نازنینت را ندید از آفتاب ما یا زنی خانشین داره که روش آفتاب و ماهتاب دیدگی نیست دریغا در کنار دیگران بینی بینالن کودکانت در بدر همچو دستنگر به هر یک ناله ها که در انتظار آن پدر بینی پدر میگن گریه میکنن که به درد نمیخورن همین زندگیتون حیاتون استفاده برید حیاتون استفاده برید زندگیتون در عبادت الله باشید روز قیامت هیچ کس به هیچ کس نمینازه فاطمه زهرا پیغمبر دست گرفت ای فاطمه بنت محمد سلونی من المال ما شئتی لا اغنیک یوم القیامه ای فاطمه که پیغمبر بسیار فاطمه را دوست می داشت هیچ کس مانند فاطمه دوست نمی داشت حدیث بخاریه مسلمه متفقون علیه در همون سالی که پیغمبر از دنیا میگذشت چیکار کرد آمد میگه فاطمه زهرا که آمد حضرت عایشه مادر ما میگه
گرفت یک طرفی خانه را گوشکیش قطیش کرد. میگه فاطمه گریه کرد. بعد از اون در این مابین یک تبسم کرد، با آخرم یک گریه کرد. میگه وقتی که از پیغمبر جدا شد، حضرت عایشه مادر منه میگه که حضرت عایشه مادر منه میگه فاطمه پرسیدم ای فاطمه جان چی گفت پیغمبر؟ گوی سیر مابین من و مابین پدر گفت. پدر من گفت من با تو گپ نمیزنم. اما سال که پیغمبر از دنیا گذشت، حضرت عایشه مادر من میگه خیراتش کردم فاطمه جان و سیر داشت رفت. پیغمبر رفت. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم از دنیا گذشت. بیان کن. او همون لحظه پیغمبر برای من بیان کرده بود که من از دنیا میگذرم. فاطمه جان هر سال جبرائیل یک بار می آمد در ماه مبارک رمضان قرآن من تعلیم میداد. این سال 2 بار آمد. این خبر مرگ من از دنیا میگذرم. فاطمه گریه من همین بود. و برای همین گریه کردم. گریه من برای همین بود. او در مابین یک تبسم کردی. او تبسم همین بود که پیغمبر خدا گفت ای فاطمه آرزو کردم تو سید نسای اهل جنتی، سردار همه زنان اهل جنتی. گفت بس 3 بار گریه کردی. گفت که 3 جمعه بود که پیغمبر خدا گفت ای فاطمه اولی کسی که از اهل عیال من با من پیوست میشه توی فاطمه. گریه من همین بود. 6 ماه پس پیغمبر فاطمه با پیغمبر ملحق شد. ببینین دنیا با پیغمبر چی کرد؟ با ما چی میکنه؟ و ما جعلنا للبشر من قبل که خونده افهمید فهم خالدون. میگه محمد خدا میگه محمد من با یگان بشر عمر جاویدانی ندادم که بابا تو بتیام. تو میمری فهم خالدون و دشمنای تو باقی میمانن. اون دوستای تو باقی کل نفس ذائقة الموت. همه ما و شما مرگ میچشیم. این طریق واسه مادر مرده همه ما و شما چی؟ همون دهکس دارم میکنیم که خدا مادر رحمتش کنه. دستی ما چی میاد؟ فقط همین میآید که دعا کنیم که مادر خدا رحمتش کنه. دیگه دستی ما و شما چی میاد؟ یکم چی نمیآید. همون فاطمه را گفت پیغمبر خدا دست گرفت فاطمه بی دختری محمد صد هر چی از مال دنیا میپرسید بپرس برات عطا میکنم. نه که در روز قیامت غنیت ساختن نمیتونم. نگو من دختری محمد صلی الله علیه و سلم اعمال کن. من ابتغی عملو ولم یسرع بی نسبه. و پیغمبر هر کسی تکیه به نسبش کنه اون نسبش رو داخل جنت نمیکنه، عملش رو داخل جنت میکنه.